سلام دوستان، با یکی دیگه از ویدیوهای آوای زندگی در کنار شما هستیم. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. 3 بچه بودیم، 2 دختر و یه پسر که یکی یک دونه و تحت قالی خانوادمون بود. 27 سالم بود که برادرم آریان با بابام به یک کامیون تصادف کردن و تنها برادرم آریان تو اون تصادف از دنیا رفت. فقط 1 سال بود که عروسی کرده بود. بابامم قطع نخاع و زمین گیر شد. من و خواهرم مژده نوبتی میرفتیم خونه مامانم تا از بابا نگهداری کنیم، تا کاراشون رو انجام بدیم و یه کمکی به مامانم کرده باشیم. یه روز من، یه روز مژده خواهر بزرگترم بود. چون من بچه کوچیک داشتم و میرفت مدرسه، وقتم به اندازه مژده آزاد نبود. پسر و دختر مژده توی یه شهر دیگه دانشگاه میرفتن و درس میخوندن. در ضمن شوهر منم از شوهر مژده سخت گیرتر بود. همون 2-3 روزی هم که در هفته من میرفتم خونه بابا و مامان باید 1000 جور باج میدادم و با خواهرم التماس میکردم. اگه میخواستم برای بابا پرستار بگیریم، با حال و روزی که اون داشت هزینه سرسام آور میشد و یه هزینه کمر شکم بود. یه روز که نوبت مژده بود بره پیش مامان و بابام، من خونه بودم. آقا مصطفی شوهر مژده اومد خونمون. بچه هم اون روز مدرسه بودن و شوهرم هم سر کار بود و من تنها بودم. آقا مصطفی تو مراسم خواسته‌باری برادرم آریان سنگ تموم گذاشته بود و خیلی زحمت کشیده بود. به گردنمون خیلی حق داشت. علاوه بر اونم خیلی وقت بود که داماد خانوادمون بود و همه جوره‌ای حواسش به همه چیز بود و کمکمون میکرد. گفت داشتم از این ور رد میشدم، یه مرتبه سرم گیج رفت و نتونستم رانندگی کنم. گفتم حالا که نزدیک خونه شماییم بیام، شاید قندم افتاده باشه، یه شربتی چیزی بخورم. شربتی که دادم دستش خورد. بعد از اون شروع کرد حرف زدن در مورد آریان و خاطراتش. وقتی تعریف میکرد من نتونستم تحمل کنم و زدم زیر گریه. بغلم کرد و پیشونیمو بوسید. تا اون روز آقا مصطفی مثل برادرم بود، ولی از اون روز بود که تازه چهره پلید و زاد کثیف خودشو نشونم داد. اون روز آقا مصطفی شوهر خواهرم، مردی که من سالها فکر میکردم میتونم مثل یه برادر بزرگتر بهش تکیه کنم، بهم تعرض کرد. چی کار میتونستم بکنم؟ به کی میتونستم بگم؟ به شوهر عصبی و شکاکی که داشتم، یا پدری که از دست و پا افتاده بود و یه مادر داغدار؟ اگرم به مژده میگفتم که اونم طفلی چی کار از دستش برمی اومد که بکنه؟ چی کاری از دست هیچ کدومشون برمی اومد به غیر از اینکه یه داغ به داغاشون اضافه میشد؟ به خاطر بچه ها و خانواده، یا اینکه به خاطر اینکه خواهرم اذیت نشه مجبور شدم سکوت کنم و حرفی نزنم. بعض خانواده‌مون مثل یه شیشه بود که بهش سنگ زده بودن و 1000 تیکه شده بود. با کوچیکترین تلنگری میریخت و تیکه هاش هممونو نابود میکرد. اون روز با اینکه حال و روز کسی رو داشتم که از پشت بهش خنجر خورده بود و تیکه پاره شده بود، ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم. واقعا اونقدر غم و غصه داشتم که نمیتونستم به این موضوع فکر کنم و به خاطر همین موضوع به اون مهمی رو نادیده گرفتم. اما این کار آقا مصطفی تمومی نداشت و ادامه پیدا کرد. هر از گاهی می اومد سراغم، میگفت اگه در رو به روش باز نکنم و آبرومو میریزه و زندگیمو نابود میکنه. میره و به شوهرم و به همه فامیل میگه که با هم رابطه داشتیم، چون اون نامرد
پیش همه چهره خوبی از خودش نشون داده بود، ازش خیلی میترسیدم. از اون کارایی هم که با من کرده بود عکس گرفته بود. یه مدت طولانی گذشت و آقا مصطفی ولکنم نبود. یه روز ضعیفتر شدم، لاغرتر شدم. مدت‌ها بود که از چهره و اندام خودم بیزار شده بودم. وقتی که شوهرم میپرسید که چرا به این حال و روز افتادم، فقط در جوابش میگفتم تو وضعیت این زندگی و این خانواده رو نمیبینی؟ اونم خیلی وقتا ازم بهونه میگرفت. خیلی وقتا خدایی با هم همدردی میکرد. زمانی که با هم همدردی میکرد چند باری دلمو به دریا زدم و خواستم جریان رو بهش بگم. ولی وقتی یکم بیشتر فکر میکردم و یاد وضعیت خانواده‌ام میافتادم، از کار خودم پشیمون میشدم. تا اینکه تصمیم گرفتم کار دیگه ای کنم. چند باری به مژده گفتم بیا یه خونه 3 طبقه بگیریم که ما و شما و بابا و مامان با هم زندگی کنیم تا مجبور نشیم هر روز این راه دور و طولانی خونه‌شون رو بریم و برگردیم. اونجوری هم بیشتر حواسمون به خونه و زندگی خودمونه، هم بهتر و بیشتر میتونیم به مامان و بابا کمک کنیم و به بابا خدمت کنیم. وقتی میگفتم بابا و مامانم مخالفت میکردن. هیچ جوره راضی نمیشدن. دلشون نمیخواست از اون خونه بیرون بیاد. میگفتن اینجا بوی آریان رو میده. از هر سمتی که میچرخیم یاد و خاطرات بچه‌مون برامون زنده میشه. راستش ناحقم نمیگفتن، چون آریان یه عمر تو اون خونه و با مامان و بابا زندگی کرده بود. حتی بعد از ازدواجشم تو همون خونه بود. منم چون بچه ها مدرسه میرفتن، به خاطر همین صبحا هیچ کدوم خونه نبودن و از فرصت استفاده میکردم و با شوهرم کلی صحبت میکردم که بچه ها رو بذاریم مدرسه دولتی که شیفتشون با هم نباشه. گفتم تو که روزا خونه نیستی، منم تنها. یاد زجری که بابام میکشه و تا که از برادرم دیدم آزارم میده. شوهرم با اینکه خیلی عصبی بود ولی قلب مهربونی داشت. بهم گفت اگه واقعا تنهایی و اینقدر تنهایی اذیتت میکنه میتونم بیشتر ببرمت خونه بابا و مامان. اینجوری که بچه ها با هم هستن، اون چند روزی که نوبت توه و بچه ها با هم میرن و برمیگردن خیلی راحت تره. به هر دری میزدم و هر راهی میرفتم که بتونم هر طوری شده خودم رو از دست شوهر خواهرم نجات بدم. دلم میخواست راهی پیدا کنم که جون سالم به در ببرم، ولی از هر راهی میرفتم به بنبست میرسیدم. اصلا شرایط خانواده‌مون اونطوری نبود که بتونم این موضوع رو براشون مطرح کنم، چون با دست به دست کردن و گذروندن روزا یه مدت طولانی شده بود که شوهر خواهرم با هم رابطه داشت. دیگه علنا همه تلاشام بیفایده شده بود و کاری از دستم بر نمی اومد. آقا مصطفی ازم عکس داشت. حتی اگه میتونستم ثابت کنم که به زور به هم نزدیک شده و منو ترسونده که آبروم در خطره، ولی هیچکس حرفم رو قبول نمیکرد. همه میگفتن حتما خودت تقصیر داشتی که این مدت طولانی صدات در نیومده. به هر صورت 4 سال گذشت. بعد از گذشت 4 سال از فوت برادرم آریان، بابامم از دنیا رفت. به 40 بابام نرسیده مامانم از ناراحتی سکته کرد و یه طرف بدنش از کار افتاد. انگار بدبختیامون تمومی نداشت. بعد از اون اتفاقایی که برای بابا و مامان افتاد، ما اون خونه رو فروختیم. ولی اون خونه انقدر بیارزش بود، از طرفی هم خیلی قدیمی بود که چندان ارزشی نداشت. بعد از فروختن خونه تا خونه پیدا کنیم قیمت خونه ها خیلی بالا رفته بود. نتونستیم یه خونه 3 طبقه بگیریم. به خاطر همین مجبور شدیم توی یه حساب مشترک بین من و مژده و آقا مصطفی پولا رو بذاریم. اون روزا فقط من از ذات پلید و کثیف آقا مصطفی خبر داشتم و بقیه به چشمه یه مرد همه چیز تموم بهش نگاه میکردن. میگفت چون بچه هاش
راه دورن و مژده تنهاست، مامانو میبره خونه خودشون. خونه مژده اینا بزرگ بود و به خاطر همین یه اتاق رو به مامان اختصاص داده بودن. بعدم با پول سود خونه مامانینا یه پرستار براش گرفتیم. اینجوری کار مژدم کمتر می شد و منم بهونه‌ای نداشتم که به خاطر کمک به مامان بخوام زیاد خونه خواهرم اینا رفت و آمد کنم. این کار آقا مصطفی 7-8 سال ادامه پیدا کرد. ولی همون موقع هم هر یکی 2 ماه می اومد خونمون و آزارم میداد. گذشت تا اینکه یه روز که برای دیدن مامان رفتم خونه مژده اینا، مژده گفت چند وقتی که حال آقا مصطفی خوب نیست. دکتر گفته باید بره یه آزمایش کلی بده. اون لحظه از صمیم قلب خوشحال شدم. آرزو داشتم یه مریضی لاعلاج گرفته باشه. چند روز بعد که رفتم خونه مژده گفت آقا مصطفی رفته دکتر آزمایشاشو نشون داده. دکتر گفته نارسایی قلبی داره و باید خیلی زود عمل قلب باز بشه. خیلی ناراحت بود. همش گریه میکرد و میگفت آخه من بدون مصطفی چطور زندگی کنم؟ ولی من فقط دلداریش میدادم و بهش میگفتم نگران نباش، اتفاق بدی نمیفته. ولی ته قلبم دعا میکردم که مصطفی زیر عمل طاقت نیاره و بمیره. مژده میگفت دکتر برای ماه دیگه نوبت عمل زده. یه سری دارو داده بود که باید تا موقع عمل داروها رو سر وقت میخورد، وگرنه اگر رعایت نمیکرد چون وضعیت قلبش حاد بود ممکن بود طاقت نیاره و سکته کنه. همون روز من توی یه فرصت مناسب وقتی مژده تو اتاق مامان و بابا داشت مامان داشت بهش رسیدگی میکرد، از هر کدوم از اون قرصا یکی برداشتم. بعد رفتم دم در اتاق مامان. بعدم خداحافظی کردم با مژده و مامان و تو راه برگشت به خونه چند تا داروخونه رو رفتم و گشتم و قرصا رو نشون دادم تا تونستم چند تا قرص که به اون قرصا شبیه بود رو پیدا کنم. از هر کدوم چند بسته خریدم. 2-3 روز بعد به خونه مژده رفتم. وقتی رسیدم مژده که حسابی عصبی و کلافه شده بود بهم گفت چند لحظه میشینی پیش ماما من برم همون؟ منم با کمال میل و با خوشحالی قبول کردم. بعدم وقتی مژده رفت همون رفتم آشپزخونه و قرصای آقا مصطفی رو با قرصایی که خریده بودم عوض کردم. البته ناگفته نمونه که اون قرصا داخل جلد نبود، داخل چند تا قوطی بود که در این صورت عوض کردنشون کار خیلی راحتی بود. همین شد که با نخوردن قرصایی که دکتر تجویز کرده بود و با خوردن قرصای اشتباهی که من خریده بودم 2 هفته نکشید که آقا مصطفی سکته کرد و مرد. نمیدونم به خاطر اون قرصا بود یا خواست خدا، ولی هرچی بود من از دست مصطفی راحت شده بودم. تو مراسم ختم وقتی شیون مژده و بچه هاشو میدیدم خیلی دلم میسوخت. یه جورایی عذاب وجدان داشتم و نمیتونستم خوشحال باشم یا ناراحت. ولی هرچی بود خوشحال بودم که تونسته بودم انتقامم و از اون بی وجدان بگیرم. اصلا شاید چنین شوهر و چنین پدری نبودش 1000 برابر بهتر از بودنش باشه. شایدم این توجیهی باشه برای کار خودم، ولی به هر حال کاری بود که کرده بودم. بعد از گذشتن 40 آقا مصطفی یه روز به خونه خواهرم رفتم تا ببینم میتونم از تو گوشیشون عکسایی رو که ازم گرفته بود رو پیدا کنم یا نه. ولی هرچی تو گوشیش گشتم خبری نبود. وقتی تونستم تو وسایل شخصیش یه فلش پیدا کنم خیلی خوشحال شدم. خواهرم داغدار بود و حسابی سرش گرم سوگواری. منم فلش رو برداشتم و بدون اینکه چیزی بهش بگم به خونمون برگشتم. وقتی رسیدم و فلش رو تو دستگاه گذاشتم دیدم درسته همش پر از عکسایی بود که از من خودش گرفته بود. همون موقع فلش رو شکوندم و انداختم سطل آشغال. الان که سرگذشتم و برای دوستانتون به اشتراک گذاشتم 3 ساله که آقا مصطفی مرده و
من هنوز نمیدونم مرگش به واسطه کاری بود که من کردم یا اینکه خدا خواست و از بین ما رفت. امیدوارم که خدا منو ببخشه. ولی حالا که گاهی با خواهرم اینا میرم سر خاکش، زیر کل لعنتش میکنم که تا زمانی که من زنده هستم کاری که با روح و جسم من کرد رو فراموش نمیکنم. یه جورایی ضربه روحی و جسمی با هم به من زد، ولی پیش خودم و وجدان خودم راحتم که تونستم بالاخره انتقام چندین سالم رو از شوهر خواهر بی وجدانم بگیرم. سرگذشت من شاید بتونه یه تلنگری باشه برای بعضی از آقایونی که فکر میکنن وقتی وارد یه خانواده‌ای میشن هر کاری که میتونن و از دستشون برمیاد رو باید انجام بدن و وجدان تو زندگیشون هیچ جایگاهی نداره. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. دوستان عزیز،